کمک علمانی که در انستیتوت شرقشناسی ازبکستان هستند ما نسخه اصلی دیوان احمدی دانش را دسترس کردیم. شما میدونید که ما درباره اونی که احمدی دانش صاحب دیوان است معلومات نداشتیم، گرچند یک چند شعرها از احمدی دانش در اثرهای آن کس موجود بود و خوشبختانه دیوان احمدی دانش پیدا گردید و در همکاری با علمان انستیتوت شرقشناسی ازبکستان این دیوان به ما دسترس شده است و این زمان دیوان پورا برگردانی شد و در دست چاپ است. فکر میکنم در مدت‌های نزدیکترین در 2-3 هفته نزدیک دیوان احمدی دانش و دست هوادارانش و دست مردم تاجیک میرسد که در آن هم غزل است، هم قصیده است و هم در آن بسیار از نگاه شعری همونسته که من پیوسته آشنا شدم سبک خود احمدی دانش و شعریت آن خیلی در سطح بلند است و فکر میکنم این هم یک بازیافت و یک دستاورد نوین است. و چطوری که من در ابتدا گفتم بعد از اونی که اکادمی های تاجیکستان مقام ملی را کسب کرد ما باید که تا اندازه در فعالیت اکادمی علم جمهوری تاجیکستان یک تجدید ساختاری و تجدید فعالیت را به نقشه می گرفتیم و با این مقصد پیش از همه قانون جمهوری تاجیکستان درباره اکادمی ملی علم تاجیکستان تهیه گردید. این قانون که این سند معیاری حقوقی اساسی به تنظیم درآورنده فعالیت اکادمی ملی علم تاجیکستان است تهیه و با وزارت کشور موافقه شد و در بررسی حکومت تاجیکستان قرار دارد و بعد از آنکه قانون به تصویب رسید ما البته آیین‌نامه و نظامنامه‌های داخلی اکادمی را با قانون نامبر شده مطابق خواهیم کرد و در این قانون تمام سمت‌های فعالیت من بعد و تجدید اکادمی علم‌ها آورده شده است و یک چند سندهای دیگر ما امروز تهیه کردیم. گروه کاری تأسیس داده شدند. این یکی از سندها تهیه سمت‌های افسرانه که تحقیقات علمی در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2021-2025 است که این حجت تهیه و در بررسی حکومت کشور قرار دارد و با در نظر داشت احتیاجات ساحه اقتصادیات و اجتماعی کشور با پژوهش و تحقیقات این حجت را سند را آماده کرده ایم و من بعد فعالیت علمی علوم تاجیک از روی این سمت‌ها و نقشه گرفته می شود و برای مانده خواهد شد. همزمان سندها درباره شکل‌های نوی مبلغ‌گذاری اکادمی ملی علم تاجیکستان و عموما مبلغ‌گذاری علم در جمهوری تاجیکستان در یک جایگی با وزارت اداره‌های دفتر کشور تهیه شده ایستاده است و همه این امکانات می‌دهد که در آینده مبلغ‌گذاری اکادمی ملی علم تاجیکستان بیشتر گردد و برای عالمان تاجیک شرایط مهیا شود تا توانند در سطح خوب در سطح بین المللی کارهای علمی تحقیقاتی خود را باز هم بیشتر رونق بخشند.